بابا خود بیا یکم بخور یکم بخور سلام آزر خانم صبح خیر خوب هستین؟ بفرمایید یکی بخورید به نظرم تا حالا این چیزی نخورده هیچ سرنخی از آوا پیدا نشد؟ منم رفتم داخل چه ولی هیچ سرنخی از دخترتون اون شوهر معتادتون نشد حالا شما یه آب میوه یک چیزی بخورید حالا شما بشینید ببین بهتون استراحت میکنم التماستون میکنم یکی بخورید شما یکی بخورید بعدا خودم همراهتون میام حالا شما یکی بخورید انشالله پیدا میشه مرسی ممنونم تازه صرف شد انشالله پیدا میشه ممکنه هیوله هم برده باشی خانم این که قبر همون هیوله هم بلند شید انشالله پیدا میشه بلند شید تا به گشت ما ادامه بدیم گریه نکنید
بلند شد خانم، بلند شد دنبالش بگردیم کجا رفت. کی برده گرمه کی برده خانم بلند شد. بلش کن. اینجا نبود خانم. پارسا هم اونجا نبود. کارخشه جوری دیگه مطمئن نه
تا پیش اون حیوله هم نبود. چطور بتسی وای دای نورو ترشکر کنی دا کنی خواهد نکن این کارو. بلند شید. دورا کنی دروز نیزش دای دورا آذر خانم بلند شید بگه شما ادامه بدیم. پیش اون حیوله هم که نبود. شاید برده باشه جای دیگه. بلند شو. شاید پارسال با آوا قایم کرده باشه. شاید اونجا جای خوابش باشه اومده بخوابه. هوا چقدر گرم شد یه آبی هم با خودتون نیاوردین. بهش یکم استراحت کن. خانم یکم استراحت کن شما. بلند شگاه جای اونجا هست رو جای سر بزنی. نه کی برده رنی خانم من فکر میکنم همین حیوله خودو پارسا رو برده حتما قایمشون کرده. شاید این خونهش نباشه اومد اینجا استراحت کنه. با فردا پلیس بیاریم. حتما پیدا شد.
مراقب باش. یه جا اونجا هست خانم. خانم هوا خیلی گرم، باید برگردیم. اینجا هم فایده نداره، خیلی خطرناکه. دیگه جایی نمونده که ما نگشته باشیم. گریه نکنید، بلند شید تا بریم، هوا خیلی گرمه. اینجوری خودتون مریض میشین. حالا ببین به حرف من گوشه، بیا برگردیم. دیگه جایی نمونده که ما نگشته باشیم. شما برید. آزاد خانم بلند شید. بلند شو بلند شو بلند شو بلند شو. نه سر وضعت. بلند شو بلند شو. با یکم استراحت کنید، فایده نداره تو این گرما. انشالله پیدا میشه. یعنی کجا ممکن رفته باشه؟ انشالله پیدا میشه، شما ناامید نشید.
حالا انشالله پیدا میشه، شما اینطور نکنه. گریه نکن، انشالله پیدا میشه. بیا آب بخور، بیا یکم بخور، یکم بخور. گریه نکن. گریه نکنی خانم، انشالله پیدا میشه، صبر داشته باشی. امیدتون به خدا باشی، انشالله پیدا میشه. نگاه سر واسمون چقدر خاکی شده. انشالله پیدا میشه. حالا اینجوری نکنی، بیماری اعصاب میگیرید. خب دیدی پیدا شد، امیدتون به خدا باشه، شاید این دفعه هم پیدا بشه. ممکنه همین هیولای عجیب، موجود عجیب دخترتون رو به همراه پارسا برده باشه. انشالله هر دوشون پیدا میشه. با گریه کردن چی درست میشه خانم؟ به من بگیم با گریه کردن چی درست میشه؟ الان هوا خیلی گرمه، واسهتون ضرر داره، نباید بیرون برید. ببین دمای هوا چقدره. آزه خانم دیگه گریه نکنین، شما برین استراحت کنین، منم دیگه باید برگردم، هوا خیلی گرمه. به استراحت کنین فعلا. خدا نگهدار.